اما شما گفتین که پیامبر ما برخلاف قرآن کاری را انجام نداده. ادعای خودتان بود، گفتین پیامبر اسلام برخلاف قرآن کاری را انجام نداده. در سوره احزاب آیه 51 معذرت خواهی میکنم 52 گفته بعد از این زنان با هیچ زن ازدواج نکو. سوره احزاب در کدام سال نازل شد؟ سوره احزاب سوره مدنی است. بفرما. عزیز من سالش را بگو. سالش البته که معدنی نیست، مدنی گفته میشه. معدنی البته در از اون آب معدنی نیست، مدنی است عزیز من. البته معذرت خواهی میکنم. اصلاح کن، ما که کدام مشکل نداره. بله او هیچ گپ نیست، آزادانه میتونی اصلاح کنیم. خب در کدام سال نازل شد؟ سالش هم میتونم برات فینال ما باید در فرنس برم سعی کنم. ما اگر در پیش خودت از بگو من تا مدنی است، یعنی مدینه نازل شده. بفهم ممکن برخی آیات شما اگر در مکی باشه ما او قدر در قرآن داریم. متاسفانه بدبختی هم اینجاست که شما اطلاعات در مورد دین ندارین و ما هر چیز را خود ما میگیم، خود ما را مجبور هستیم نقد کنیم. سوره احزاب از سال دوم تا سال پنجم هجری نازل شده و محمد در سال دوم تا پنجم هجری آیت آمده که دیگه ازدواج نکو. محمد در سال آخر عمرش باشه، این نمیتونه در اوایل عمرش باشه. خب من برایتان به زبان شیرین پارسی بیان میکنم که سوره احزاب چون شما ندانستین، الان من که میگم خوبی را حداقل قبول کنین دیگه. از سال دوم من سعی میکنم، من مشکل داوی ندارم که بگویی که در مدینه یا مکه. گفتم یعنی آیات ممکن است برخی آیاتش در مدینه نازل شده باشه. سوال من این بود. عزیز من تمام آیات سوره احزاب از سال دوم تا پنجم آمده. میدونین چی میگم مثلا؟ تمام آیات 3 سال میکنم با خاطر ما سعی کنم یعنی بعد از سال پنجم هجری ما دیگه احزاب نداریم، هیچ آیتی از احزاب نداریم عزیز برادر بزرگوار. خب محمد در سال هفتم هجری چند تا ازدواج کرده؟ گپ هم هست نه ازدواجای پیغمبر بعضیش در مدینه، یعنی در مدینه شده. این که تو میگی در مکه شده هیچ هم جالب است. جالب است اما شما را به شک وادار نمیکنه، همچنان سنگ محمد به سینه میزنین. درست است؟ خب دیدین که پیامبرتان برخلاف قرآن عمل کرده، الان میگین جالب است، فقط براتان جالب است. ما هم فرصت مطالعه را نداریم. باشه عزیزم، تشکری چی وقت میخوایم مطالعه کنی؟ 40 سال استالت مطالعه نکردی؟ نه با یک چیز را باید یک آتیست برای آدرس بده. شرم نیست رجا، یعنی برات شرم نیست که یک آتیست برات بگه که فلان حدیث در کجا هست؟ تو چی وقت میخوای مطالعه کنی؟ یعنی چی وقت میخوای درباره دینت بدانی؟ خب وقتی که ما میایم دینت رو نقد میکنیم این هست که تو آگاهی از دینت نداری. آگاهی که نداری به هر صورت تو چنان دفاع میکنی از دین اسلام. دیروز بچه ها گفتن چنان فحاشی میکردی در روم متین، داد میزدی، چیق میزدی. خب مشکل در اینجا هست که تو آگاهی نداری و داد میزنی سر دیگران. عزیز دل برو و جای اینکه بیای صبح تا شام در کلاب هاوس بیای از اسلام دفاع کنی، برو هم کتابای دینی تا بردار بخوان. بعدن بیا از آتیسم منبع نخوای، برای آتیسم منبع بده. بیا بگو که تو آتیست دروغ میگی، بیا بگو که تو آتیست این روایتی که میگی اشتباه هست، در دین من نیسته.